خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت همگی بخیر. ما جلسه گذشته اومدیم در مورد مقدمات C++ یه سری صحبت‌های مطرح کردیم و قرار شد این جلسه بریم سراغ این که براتون C++ رو شروع کنیم. توی کلاستون چطوریه وضعیت؟ شروع کردن استاد نه؟ 4 فقط گفتم. خب برای این کلاس انگار گفتیم که خیلی برنامه نیست، برعلیست خیلی. حالا ما شروع کنیم به برنامه نویسی، شروع کنیم کد نویسی. من اول اینکه درس میدادم اینا رو جدا درس میدادم، یعنی مدت 8 ساعت اول الگوریتم گفتم و بعد فلوچارت و حالا بقیه چیزایی که بعد میدادم کد نویسی که خب خیلی جالب نیست و بعد اومدم اینا رو به صورت ترکیبی با هم تدریس می‌کنم. یعنی همون موقع که ما مسئله رو روی کاغذ حل می‌کنیم، الگوریتمش رو می‌نویسیم، همون موقع هم خودش رو می‌نویسیم و خب خیلی خوب حتی بچه‌هایی که رشتهشون مهندسی کامپیوتر هم نبود تو آموزشگاه خیلی خوب جواب گرفتیم و میام کلا تابلو رو 3 قسمت می‌کنیم. یعنی یه مسئله که می‌خوایم حل کنیم تابلو رو 3 قسمت می‌کنیم. اول میام روی کاغذ برای خودمون حلش می‌کنیم، یعنی سولوشن رو. بعد میام سراغ الگوریتم و بعد میام سراغ کد. مهم نیست که اون مثال چقدر مثال ساده ایه یا چقدر مثال پیچیده ایه، همیشه باید این کارو کرد. حالا من خودم برای اینکه نشون بدم براتون این کارو میکنم. ببین الان بفهم من مثلا برای پایان‌نامه دکترا خودم هم الگوریتم نوشتم، عوارض دونه نوشتم، هم شکل کشیدم وضعیت این دکترا و برای پروژه هم یه پروژه دستمه. ببین قشنگ عوارض کشیدم، قسمت‌های مختلف نمیدونم چیزی نمی‌ذاشته باشه، همه رو الگوریتم می‌نویسم که ابهام رو بردارم و هر موقع اینطوری عمل نکردم ضرر کردم. یعنی یه اشتباهی تو کارم رخ داده. هر موقع که خواستم ذهنی کار بکنم، الگوریتمی کار نکنم، یه اشتباهی رخ داده که کار منو کلاً خراب کرد. حالا من دو تا مثالی که امروز می‌خوام براتون حل کنم، شاید بگید که خب مثالای ساده‌ای باشه، ولی ما اینا رو سعی می‌کنیم در قالب همین سه تا روشی که گفتم حل کنیم. مثال خیلی ساده است. مثال اول این که 3 تا عدد از ورودی بگیره A و B و C. این 3 تا عدد رو میانگینش رو حساب کنیم. خب طبیعتاً میانگینا همه از دبستان بلدیم. میانگین 3 تا عدد چی میشه؟ بگیم بچه‌ها. تو میگی 3 تا عدد رو بگی، مثلا این میشه 10، این میشه 20، اینم میشه 30. این 3 تا عدد رو با هم جمع بزن، تقسیم بر تعداد بکن، میشه چند؟ 30. تمام. یعنی راه حل این مسئله توی برگه یه راه حل خیلی ساده‌ای. بعد از اینکه این در اومد، بعد از اینکه اینو نوشتیم، سعی می‌کنیم بریم الگوریتمش رو بنویسیم. اگه این ازتون دوره نمی‌بینید یکم بیارمش نزدیک‌تر. می‌بینید؟ بیارم جلوتر. خب الان 20 چی؟ 60 میشه به 3 میشه 20. رو من یه 30 شنیدم، همون هم همینطوری نوشتم، میشه 20. خب حالا میخوام بیام الگوریتمش رو بنویسیم. برای نوشتن الگوریتم اولین کاری که میکنیم چیه؟ اگه گفتیم استارت میزنیم. این برای نوشتن الگوریتم اولین کار اینه که استارت بزنیم. ما توی آموزشگاه یه دوستی داشتیم رو من تا همونجاش یاد میگیرم، از این به بعدش دیگه یاد نمیگیرم. حالا ببینید شما چطور رکورد دوستمون میزنید نه شما تمرین. خب گام دوم اینه که دونه دونه این اعداد رو بگیرید. یعنی گام دوم اینه که عدد رو از ورودی بگیرم، A B و C. یعنی اگه بخوام بگم چیکار کردم، اومدم یه خونه حافظه به نام A در نظر گرفتم، عدد 10 رو بگیرم توش
یه خونه حافظه به نام B در نظر گرفتم، عدد 20 رو ریختم روش و یه خونه حافظه به نام C در نظر گرفتم و عدد C رو ریختم داخلش. این کاری که ما دارم. خب بعدش چی؟ باید با هم دیگه جمعش کنیم. بله. یه خونه حافظه دیگه در نظر بگیریم به نام سام. بگم میشه حاصل جمع این سه 60. تو کد نویسی هم سام فلش آ علاوه بی علاوه سی. فلش این رو بچه‌ها خواهشاً درست بزنید. مهندسی کامپیوتری. من دیدم که تو کویز چیزی می‌گیم بعضی اینطوری می‌نویسن. سامی که حساب نشده رو چطوری می‌خواد بریزید تو آ علاوه بی علاوه سی. بعد این سه تا رو با هم جمع کنید بریزید داخل سام. اون سعی کنید حتما حواستون باشه. مساوی. تو الگوریتم معمولا مساوی نمیذاره. فلش میذاره. تو برنامه‌نویسی مساوی میذاره. حالا گام 6 چیکار می‌کنیم؟ میگیم که اوریج برای من میشه چی؟ سام تقسیم بر 3 یعنی یه خونه حافظه داشته باشیم به نام اوریج برای من میشه سام که چند بوده؟ تقسیم بر 3 میشه چند؟ و گام هفتم میشه پرینت کن اوریج رو اینو چاپ بکن و گام هشتم هم میشه فینیش. سخت در الگوریتمش خیلی ساده گفت مثال اول ساده است. حالا از این ببین این که تولید بشه چه مسئله سخت بوده باشه چه مسئله آسون بوده باشه این تولید بشه کد نویسی چه بچه بازی الان میگم. خب ما میخوام یه خونه حافظه در نظر بگیریم به نام آ. تو سی پلاس پلاس چطوری یه خونه حافظه در نظر میگرفتیم؟ جلسه پیش گفتم. نه یه خونه حافظه در نظر چند نوع داده داشتیم؟ بگیم اینت داشتیم، دابل داشتیم، فلوت داشتیم، استرینگ داشتیم. جلسه پیش براتون نوشتم. حالا من نرسیدم امروز سعی میکنم که دو تا سیکشن رو بذارم توی یوتیوب براتون که تو کانال تلگرام هم بهتون میگم. نمیدونم حالا همتون تو گروه تلگرام هستین یا ولی حتما روز بشین اگه روز نیست. لینکش رو میذارم. در هر صورت براتون ویدیو رو میذارم که بتونید مرور کنید. یادتون رفته هیچ اشکالی نداره. جلسات اول تازه اومدید یاد نداره. ما اول باید نوع حافظه رو مشخص می‌کردیم. نوعش رو می‌نوشتیم. نوع حافظه. یه اسم هم براش می‌ذاشتیم. الان من میخوام اینجا عدد وارد کنم. عدد من از چه جنسیه؟ اگر از جنس صحیح باشه می‌نویسم int a. اگر از جنس اعشاری بود چی می‌نوشتم؟ float a. پس این میشه تعریف متعارف. درسته؟ ببین. float می‌نویسیم ولی عدد صحیح بذاریم. نه. ببین float مثل پارچ میمونه. عدد صحیح مثل لیوان. شما لیوان رو میتونید بریزید توی پارچ. هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه. ولی پارچ که عدد اعشاری باشه نمیتونید بریزید تو عدد صحیح. چرا؟ سرریز پیدا می‌کنه. سرریزش چیه؟ اون قسمت اعشار. پس این مشکلی نداره. شما اینو فلوت در نظر بگیرید بزن 10. هیچ ایرادی نداره. ولی اگه اینو گرفتید زد دهمی اون نیمه رو دیگه نه. خب پس اینم یه مرور کوتاه جلسه پیش. 3 تا خونه حافظه میخوام. از چه جنسی هم بگیم؟ اینت نه. فلوت. می‌نویسم فلوت A سمیکالن فلوت B سمیکالن فلوت C سمیکالن. حالا این تا اینجای کار 3 تا خونه حافظه می‌خواستم. 3 تا خونه حافظه اومدن در نظر گرفتم. این تا اینجا. گام بعدی چی میشه؟ این 3 تا عدد رو از ورودی بگیرم. چطوری میتونستم از ورودی تو نمیدونم بعد کارا رو هم عدد وارد کنم. سی این بود یادتون باشه. میزنم سی این A سی این B سی این C. حالا از من پرسید نمیشد اینا رو توی خط بنویسید چرا؟ ولی فعلا جدا جدا می‌نویسیم که هیچ نشه. پس من الان گام
2 3 4 الگوریتم رو نوشتم. میخوام بیام سراغ گام 5 الگوریتم. باید چیکار کنم؟ بگید. یه متغیر دیگه تعریف کنم. از چه جنسی؟ بازم فلوت سام. خب چی بنویسم؟ فلش رو بردار روشش مساوی بذار. مساوی میشه با آ به علاوه بی به علاوه سی. گام بعد خط شماره 6 بگیم. دوباره یه متغیر حافظه. از چه جنسی؟ فلوت اوریج مساوی میشه با چی؟ بله. و گام آخر چی میشه؟ سی آوت کن. پرینت کن برای من. اوریج. این هم شد کدام. میشه اولین مسئله که با هم دیگه نوشتیم. اگر گام ها رو بنویسید، گام ها رو کلیر کنید، گام ها رو مشخص کنید، هیچ ایرادی توی نوشتن خودش باقی نمیمونه. حالا اگه سوالی دارید بپرسید. چون اگه اینت میذاشتی مثلا تقسیم بر 3 میکردی، 20 تقسیم بر 3 میشه چی؟ 6 خورده ای. اون قسمت ارشدش رو از دست میده. ولی در کل میتونی اینت هم در نظر بگیری. اشکالی نداره. دیگه سوال؟ نه. میتونی اینجوری بنویسی. میتونی بنویسی فلوت A و B و C و بنویسی C این A B C. ولی نمیتونی همونجا که متغیر رو تعریف کنی همونجا هم C بگیری. باید حتما اول تعریفش کنی بعد C. حله؟ خب دیگه سوال؟ دانشگاه چطوری بوده؟ خوب بوده؟ هفته دو هفته اول یا سخت بوده؟ این مرحله گذر از دبیرستان به دانشگاه انجام شده یا هنوز تو شوک دبیرستانی؟ ما که خودمون تا یه ماه نمیدونستیم چی کار داریم میکنیم. آره دقیقا همینطوری. خب بریم کد بزنیم. نرم افزار ویژوال استودیو یا هر نرم افزار دیگه ای که شما راغب باشید میتونید انتخاب بکنید. حالا اگه صفحه کدم نمیدیدید من روشنایی ها رو باز کم میکنم. اون بالا زیر اینکلود. بله یه پروژه جدید. میگیم که جلسه 02 سکشن 2 کد 1 و میریم سراغ اینکه کدمون رو بنویسیم. خب یه کمی هم اینجا بیشتر زوم کنم. نمیدونم حالا صفحه براتون کد قابل نمایش هست یا نه. اگه نمیتونید خوب ببینید که اون یکی روشنایی هم کمش کنم. میتونید ببینید؟ خب اول میذاشتیم اینکلود آی او استریم. بگیم ببینم آی او استریم نشونه چی بود؟ کسی یادشه؟ آی او مخفف چی بود؟
اینپوت آوتپوت. پس یه فایل هدری بود که تمام دستوراتی که مربوط به اینپوت آوتپوت بود داخلش قرار می‌گرفت. بعد اینجا میزدم یه دونه using name space std. چی کار میکرد برای من؟ بله درسته. هر بار که می‌خواستیم پرینت بگیریم دیگه نمی‌خواستیم رو بنویسیم. حالا به من بگین که از روی تابلو اگه می‌بینید بخونید، من دونه دونه خطای کد رو بنویسم. فلوت A بعدش فلوت B بعدش فلوت C گام بعدی C این A. میتونی قبل از این که اینم نشون بدی یه پیغام به کاربر چاپ کنی بگی لطفاً عدد اول رو وارد کنی. کاربر بیچاره باید بدونه الان اینجا باید چی کار کنه. حتی بهتره قبل از این که برنامه رو شروع کنی، یعنی اینجا قبل از این بیا بهش بگی این برنامه میخواد چی کار کنه. باید بدون این برنامه‌ای که میخواد بنویسه الان چی کار داره میکنه دیگه. درسته؟ من مینویسم میگم چی کار بکن، میگم که this program gives مثلا میگیره 3 number and مثلا calculate average. خب و با چی میتونستم بندازم سر خط بچه‌ها؟ یادتون هست؟ به جز بک اسلش end l بود که برام مینداخت سر خط. حالا میام سر خط C in A رو انجام دادم. دوباره چی می نویسم؟ دوباره می نویسم C out. این بار چی می نویسم؟ بگین. Please enter. یه ای هم فکر کنم اضافه زدم اینجا. Please enter number 2. به این صورت. اینجا فکر کنم یه غلط تایپی داشتم. آره. خب بعد دوباره میگیم چیکار بکن؟ بعد دوباره میگیم C in بکن بیرون. گام بعدی دوباره C out و دوباره please enter number 3. حالا سوال میگه که چرا اینجا end l نذاشتی؟ چرا اینجا که اعداد چاپ میکردم end l نذاشتم؟ چون وقتی عدد رو وارد میکنی اول اینو مینویسه، خب کنارش میای اون عددی که میخوای وارد میکنی. مثلا میزنی 10، باید خودت یه اینتر بزنی تا بره خط بعدی. یعنی ببین الان برنامه رو اجرا میکنم تا همینجا ببین. میگه عدد اول رو وارد کن، میزنم 89. تا زمانی که اینتر نزنم نمیره سراغ عدد بعدی. باید یه اینتر بزنم. اینتر رو که زدم رفت سراغ عدد بعدی. چی میگه؟ عدد دوم رو وارد بکن. 65. عدد بعدی 45. و اینجا برنامه‌ام تموم شد، چون دیگه ادامه‌ای برای برنامه‌ام ننوشتم. پس برای همین دیگه من اونجا end l نمیذارم. ولی بعد از این خط میام چی کار میکنم؟ بگیم بچه‌ها. یه خونه حافظه‌ای به نام سام در نظر میگیرم، میذارمش A به علاوه B به علاوه C. بعدش فلوت average مساوی سام تقسیم بر 3. سام رو میام تقسیم بر 3 میکنم میذارم و بعدم C out میکنم. مینویسم چی؟ مینویسم average مساوی با و بعدم میام average رو قرار میدم. کی میدونه الان خروجی من چه شکلی میشه؟ بذار از همینم براتون یه اسکرین شات بگیرم. اینم یه اسکرین شات. کی میدونه الان خروجی من چی میشه؟ اینی که نوشتم عیناً خودش چاپ میشه، به جای اینم میزان حاصلش هر چی بوده 20 30 40 هر چی بوده قرار میگیره. برم یه بار اجرا کنم ببینم برنامه‌مو. یه بار میام اجرا میکنم. اینجا میگه عدد اولو بزن، میگم مثلا 10 و نیم. این بار نیم میزنم. عدد بعدی 20 و نیم و عدد بعدی 30 و نیم و اجراش میکنم. میانگینش میشه 20 و نیم که کاملا هم درسته.
و همه چی هم الان مشخص و کاملا گویاست. حالا من معمولا کاری که میکنم اینه، خروجی رو میندازم این گوشه، مثلا کدم هست، یه دونه اسکرین شات هم میگیرم که داشته باشین چه اتفاقی افتاده. اسکرین شات هم توی گروهتون میذارم. این تا الان این برنامه این میشه از صفر بشین خودت مسئله رو حل کنید، الگوریتم بنویسید، کد بزنید، کد رو اجرا کنید، مطمئن بشید این کد درست هست. اگه سوالی داری بپرس. این که سوال نمیپرسین دو حالت داره، یا نفهمیدین یا فهمیدین. الان کدومشه؟ الان روی مرحله فهم. خب انشالله که همیشه همینطوری بمونه. سخت میدی آسون بچه مثل اول. سخته یا آسونه؟ یه ذره اینجا فضای خواب است کلاس بپره. سخت بود یا آسون بود مثل اول؟ طبیعیه. ببین من مثال اولی که یادم سی کلاس نوشتم، ما توی محیط که نوشتیم محیط خیلی فیلولوژی استودیو، ما توی محیط کد می‌زدیم به نام توربو سی کلاس و اون موقع خب مثل الان اصلا اینترنت هم نبود، یعنی اون موقع گوشی‌های سیمبیان نوکیا بود، اصلا ADSL هم خیلی نداشتن. ADSL بعد من با این محیط که کد می‌زدم اولین برنامه‌ای که نوشتم یادمه، هنوزم دارمش، یا مثلا این در 11 خط بود، این همین که الان اینجا نوشتم 20 تا ارور ازم گرفت. سرش یه خط سمیکالن نذاشت، یه خط اینجا سینگل کوتیشن نذاشت، یه خط دابل کوتیشن نذاشت، یه جا علامت کوچیک‌تر رو با علامت بزرگتر اشتباه گذاشت. بله اوایل کار که شروع می‌کنید اینا براتون گنگ و نامفهومه، یعنی نمی‌دونید به چه صورتی گیج میشید و بعد اشتباه بکنید تا یاد بگیرید. هیچ راه دیگه‌ای برای یادگیریش نیست. باید برید دست به خود بشین. نگاه کردن اصلا فایده نداره. این که نگاه میکنی من کد میزنم به هیچ دردی نمیخوره. باید برید دست به خودتون بشین، این غلطا رو بزنید، این اشتباهات رو بکنید تا بعد بتونید یاد بگیرید. اینطوریه. حالا بازم اگه سوالی دارید بپرسید. چی نوشته بودی؟ یوزینگ نیم اسپیس رو میگی؟ چی؟ C1 و چی؟ هر جا میخوای رشته تعریف کنی دابل کوتیشن میذاری، هر جا میخوای کاراکتر تعریف کنی سینگل کوتیشن میذاری. خب همینجایی بهتون فرصت میدم تمرین کنید. حالا فعلا بیا اینجا مثال بعدی حل کنید، بعدش بریم تمرین کنید. سر کلاس هم قرار شد از گوشی استفاده نکنید. آره؟ خب پس از گوشی استفاده نکنید. گوشی بیرون از کلاس هیچ ایرادی نداره. برین استفاده هاتون رو بکنید. هر موقع استفادهتون از گوشی تموم شد، کارتون تموم شد، بیاین سر کلاس. وقتی اومدین سر کلاس، نه فقط کلاس من، هر استادی از این به بعد رفتین، گوشی دستتون نباشه. گوشیتون رو بذارین کنار. خب اگه این اوکی شدید و حالا سوالی ندارید، ما هر چی بریم جلو ابهاماتتون در مورد اینکه کجا این علامت رو بذارم، کجا اون علامت رو بذارم کمتر بشه. یاد میگیریم. یکی دو بارم باید بریم کدا رو بنویسیم. من سعی میکنم امشب، چون تا آخر شب دستم بنده، تا ساعت 9 بیرون سر کار، بعد که رفتم خونه سعی میکنم آخر شب حتما ویدیو رو براتون بذارم، یا حداقل ویدیو رو نمیشینید ببینید، اسکرین شات ها رو ببینید، کدا رو ببینید و بشینید خودتون بزنید. این مهمترین چیزه. نه گفتم جلسه پیش میتونید بنویسید void main. مینش حتما باید باشه. بله این جزء ممنوعات. مین باید حتما باشه. حالا پشتش ایف یا void باشه فعلا مهم نیست.
ببینید ما باید کتابخونه استاندارد سی پلاس پلاس رو فراخوانی کنیم. بچه‌هاتون گفتن اگه فراخوانی نکنیم چی میشه؟ ببین هر جا که می‌نویسی اگه اون خط ننویسی خط سه را هر جا سی این یا سی آوت داری باید پشتش یه استیدی دو تا دو نقطه بذاری. بنویسی استیدی دو تا دو نقطه سی این. دوباره استیدی دو تا دو نقطه سی این. خب چه کاریه؟ یه بار اون بالا صداش بزن دیگه اینجا نمیخواد هی صداش بزنی. دیگه سوال؟ خب بریم سراغ مثال بعدی. مثال بعدی این مثاله که حقوق یک کارگر رو به عنوان ورودی دریافت کنیم. مثلا میگیم حقوق کارگر هست $1000. 5% رو بابت مسکن و 10%ش رو بابت بیمه کم کنه و حقوق خالص طرف رو محاسبه و چاپ. مسئله مشخصه، واضحه. یه نفر به من راه حل بده. کد نمیخوام، الگوریتم هم نمیخوام، راه حل ریاضی. یه بار دیگه حقوق کارگر رو به عنوان ورودی دریافت. 5% حقوق باید بابت بیمه کسب بشه، حالا مسکن کسب بشه. 10%ش باید بابت بیمه کم بشه. این دوتا رو کم می‌کنی، حقوق خالص طرف رو محاسبه و چاپ می‌کنی. میشه اول ضرب خب بگو بذار بگو طوری نیست. میشه یه عدد دو ضرب دوباره 90%. آها این یه ایرادی داره. این دوتا جفتش باید رو حقوق اصلی محاسبه بشه، نه روی 10% کسب شده اینو. بگو شما 5% حقوق حساب 10% حقوق حساب با هم جمع بگو شما 85% حقوق اولیه رو ایجاد کن. درست. چه ایرادی به روش ایشون میتونید بگید؟ درسته. چه نقدی میتونید روش ایشون رو بکنید؟ ایراد نشه. مشخص مبلغ بیمه و مبلغ. ببین فیشه حقوقی که میگیری جزئیات باید توش نقش بسته باشه. چون جزئیات میخوام نمیام یه جا 15% کم میکنم. یه 5%، یه 10% کسب میکنم. درسته؟ خب. بیایم با هم دیگه رو کاغذ حل بکنیم. $1000 تخت پاکون رو کجا گذاشتم؟ $1000 میگین اولش کار بکن خودتون میگین $1000 رو بیا ضرب در مثلا 5 بکن، این انگلیسی هم 5 هم انگلیسی ضرب در 5 بکن تقسیم بر 100 حدودا میشه چقدر؟ 50. درست. میگی که بعد دوباره $1000 رو ضرب در 10 بکن تقسیم بر 100 حدودا میشه چقدر؟ 100. درست. حالا که دو تا کسری ها حساب شد من باید مجموع کسورات رو حساب کنم. مجموع کسورات میشه چقدر شد؟ بعد میگه اون $50 بیا با اون $100 با هم دیگه جمع بکن حاصلش میشه چقدر؟ 150. خب گام بعدی چیه؟ $1000 رو منهای $150 بکنم چقدر میشه؟ $850 و تمام. حقوق خالص طرف رو تونستم محاسبه و چاپ کنم. درسته؟ اگر توی این راه حل که خودتونم گفتید ابهامی هست سوالی داریم بپرسید. بریم سراغ الگوریتم. میریم سراغ الگوریتم. گام اول چیه؟ یه دوستی داشتیم ترمای پیش اومده بود تو امتحانش کلاً فقط تو هر سوال یه استارت نوشته بود یه فینیش و اسم فامیلش هم رو هر برگه نوشته بود. بعدم گفت که چرا من قبول نشدم مثلا تو امتحان اسم نمره رو نگفت. گفتم خب امتحانی که کلاً 2 نمره بوده یک کویز بوده 3 تا 4 تا سوال بوده من چند باید به تو بدم بابت این استارت و این فینیش و اسم فامیل فیلم نوشت. بعضی موقع دانشجو انتظارات واقعا متعارف داره بعضی. خب گام بعدی چیه؟ بگید خودتون. این سره. حالا چرا آ بی سی نمیذارم؟ تنبل نباشه نظر ما برنامه‌نویس داشتیم توی صنعت داشت کار می‌کرد. متغیر اول رو گذاشته بود آ.
بعدی گذاشته بود آ بعدی گذاشته بود آ و باور کن خدا شاهد من کدشو دارم تا 6 تا آ ادامه داده بود. بعد رفته بود بی دقیقاً بی بعد من یه بار واقعا گیر کردم نمیدونستم این مثلا یه عدد 100 توش بود خب این 100 نشون دهنده چی هست مثلا 100 نمیشه زنگ زدم گفتم فلانی این توش چیه گفت چند تا آ داره گفتم 6 تا داره بعد گفت باید فکر کنم نشست یه رو فکر کرد دستگاه صنعتی نوشته بود بعد گفت که آره اینطور ما روش داریم ما برای اینکه این متغیرمون اسمشو بذاریم این متغیر رو اسمشو بذاریم 4 تا روش برای نامگذاری داریم فقط بعد تازه بعداً یاد میگیرید تو شیگر متغیر پرایویت باشه پابلیک باشه استاتیک باشه فلان باشه روش نامگذاریش متفاوته چیزی که این اتفاق براش افتاده من نمیدونم چرا بعضی اینجوری بود میزنن حالا من همین توضیحات دادم حالا وقتی بهتون میگم برو بشین تمرین بزن تو امتحاناتون میبینم همه دوباره آ بی سی در میاد بعد میریم برای مصاحبه دیگه یه روزی میریم برای مصاحبه اگه خود من باشم که بشناسمتون ببینم همین آدمی من تحلیل میدی همونجا میگم خوشو برو بیرون اصلا نمیذارم ببیشی بالاخره میری یه جایی مصاحبه کلیکل مهمه مثلا که دیگه این همه شنجگیتی به من اومده دیگه آ بی سی نمیرسه. خب گیف سالری گام بعدی چی میشه بگیم درس این دیگه میگیم که سالری که در واقع $1000 بوده ضرب در 5 بکن تقسیم بر 100 و بریز داخل هوم این میشه هوم. حالا برای اینکه گیج نشی من میگم یه کاری بکن بیا اینو طور قشنگ خط بکش بنویس این داخل سالری قرار گرفته که گیج نشی. الان این داخل چی قرار گرفته بگو هوم. خب گام بعدی چی میشه دوباره این داخل کدوم متغیره سالری این میشه چی خب پس گام بعدی هم می‌نویسم میگم چی بگید بچه گفت سالری ضرب در 10 تقسیم بر 100 و ریخته بشه داخل اینشورنس. گام بعدی $50 داخل چی بود؟ هوم. $100 داخل چی بود؟ اینشورنس. مجموعش داخل چی ریخته میشه؟ داخل خونه حافظه‌ای به نام سام. مجموع. خب بیا بنویس. چی میشه خودش؟ بگیم. سام توش قرار میگیره چی؟ هوم به علاوه اینشورنس این هم بگیم. گام بعدیش میشه آره درسته باری کلا بگو سالری رو میاری منهای مجموع فصولات میکنی و میشه چی؟ پیور سالری حقوق خالص آبیاسی نمیذارم نمیذارم پیور سالری یعنی حقوق خالص. خب حالا چی میگم؟ میگم که پیور سالری چی میشه برای من بچه ها؟ بنویس سالری نظام. گام بعدی پرینت کنم چه پرینت کنم؟ پیور سالری رو و گام شماره 8 هم این چیزی که همتون دوست دارید فینیش. این هم هر جایش سوال داریم بپرسید بگو. خط 3 و 4 و چیزی که باید باشه اسم خودم نه اسمی که خودم میتونم شما اینو بردار بذار گلی این هم بردار بذار شوری هیچ ایرادی نداره ولی ما اسمای با مسما در نظر میگیریم. خب دیگه سوال حقوق رو بچه هم اینت بگیرم یا فلوت بگیرم
فلوت در نظر نمیگیریم، چون ریال ما مثلا 10 میلیون ریال میشه 1 میلیون تومان، درسته؟ دفعش صفر میشه، ولی دلار خب ممکنه سنت هم داشته باشه. پس ما آخر اینجا این در نظر بگیریم به فلوت، دلار در نظر بگیریم. دلار در نظر بگیریم. دوست داریم دلار در نظر بگیریم. دوست داریم دلار در نظر بگیریم. خط دو خب خط سه نگرفتمش از سی. سی این سله الان تموم شد. سله یعنی میتونی برای خودت بگی که آقا این دو خط تو شکل نویسه بنویسه، این دو خط شد این، ببین این دو خطی که من نوشتم شد این. حالا بیا این خط رو بنویسیم. این خط چی میشه؟ فلوت هوم. آره فلش رو برمی‌داریم مساوی میذاریم سالری ضرب در 5 تقسیم بر 100 و یه دونه سمیکالون. حالا سوال یکی چرا موقع گفتی نمیتونی توی یه خط بنویسی؟ الان میگم چون موقع می‌خواستم از ورودی بگیرمش. الان که نمیخوام از ورودی بگیرم، الان میخوام اینو ضرب در یه عدد کنم، میتونم. ولی موقع چون داشتم از ورودی میگرفتم این کارو نمی‌کردم. گام بعدی بگیم بچه‌ها. بله فلوت اینشورنس میشه چی؟ مساوی سالری ضرب در 10 تقسیم بر 100. گام بعدی فلوت سام مساوی هوم به علاوه اینشورنس. گام بعدی فلوت پیو سالری. بچه‌ها تو برنامه نویسی اگه میخوام یه متغیری تعریف کنی که دو تیکه‌ایه، دو تا اسم داره، این نمیتونی بینش اسپیس بندازی، ارور میده. باید بچسبی بیشتر از اون. 4 تا روش برای چسبوندن چند تا حرف به هم دیگه، چند تا کلمه به هم دیگه داره. 4 روش که براتون فعلا من همینجور ساده نوشتم کنار. میشه چی؟ و گام آخر خب میتونیم اگه سوالی داریم بپرسیم. ببین خط سوم چهارم این خط سوم و چهارم این و این امروز که استفاده میکنم تماشا و خودش به ترتیب. خب بله درست، ولی که وقتی یه چیزی چاپ میکردیم الان آیا خط 3 و 4 من چیزی چاپ میکنم؟ درسته؟ دارم یه عمل محاسباتی انجام میدم. عمل محاسباتی end l نیاز نداره، فقط وقتی یه چیزی چاپ میکردیم end l نیاز داشت. خب دیگه سوال دخترها خیلی کم حرفونه، بعد اون حرف نداره. شما نفر اول از همه کم حرف داره. اوکی متوجه میشی؟ خب دیگه اون دوستمونم که اسم چی بود؟ آره میری اونجا میشینی و تو گوشی و خب میدونم بلدی، برای سر کلاس که میای نباید از گوشی استفاده کنی. گوش بده تو وقتی یه کمک من بود، بیا بشین یه سوالا رو بیا اینجا کمک من حل کن. ایرادی نداره، منم بالاخره دیگه پیرمرد شدم، خسته شدم. بیا قشنگ کمک من حل بکن، تو بحث کلاس شرکت بکن. طوری نیست من از خودم یکی اینجا بلد باشه بگم تو واسه درس بده من برم بشینم به کار خودم برسم. خب سوالی داریم بچه‌ها؟ همه اوکی؟ من کد اینو براتون میزنم، یه تمرین میدم خودتون حل کنید. این الان میگم برای کد نویسیش هم حواستون به من جمع باشه. وقتی که تموم شد بعد یه مسئله میدم، اون وقت دیگه بریم بشینید اول این سه کارم حتما انجام بدید. باز دوباره دیروز
شنبه بچه‌ها داشتیم که می‌خواستم مستقیم اون رو بنویسم. خیلی طول می‌کشه. اون اول این سه تا مرحله رو انجام بده. این برسه یا اون که به دست اومد دیگه کار تموم. حل. خب چراغا رو آره الان خاموش می‌کنم. بشینین به عنوان یه پایان نامه‌تون به نظر من یه ریموت درست کنید که می‌زنیم روشنایی این سایت هی خاموش و روشن بشه. جلسه 02 شعبه 2 خود 2. خب یه مثال سخت میخوام بهتون بدم همتون توش بمونید. از این مثال هست که میان میگن استاد میاد سر کلاس میگه 2 به علاوه 2 چند میشه، بعد تو امتحان میگه انتگرال دوگانه حساب کنید و دقیقاً از همین مثالا میخوام بهتون بگم. این آره اگه هم نرفت شما میتونی بعد کنترل کیدی رو بزنی خودش سورت میکنه مرتب میکنه، یعنی ایندنتیشن یا تو رفتگی ها برات رعایت میکنه خودش، ولی اجباری نیست، میتونی تو خودتو بچسبونی اینجا اجرا کنی کار میده. فقط پایتونه که به تو رفتگی حساسه، این به تو رفتگی حساس نیست چون داری آکولات بازو بسته میکنی، با آکولات داره نشون میدی. خب چی بگیم؟ یکی بخونه زحمتشو بکشه یکی بخونه. فلوت سالری، خب بعد سی آوت پلیز اینتر سالری، اول بهش میگی چی کار بکن، بعد سی این سالری، گام بعد فلوت هوم مساویه با سالری ضرب در تقسیم بر 5 بوده 5 حالا هر چی رو تابلو هست. گام بعدی خب این شورنس مساویه با سالری ضرب در 10 تقسیم بر 100. بعدش برای اینکه گیج نشی بین ورودی و محاسبات یه دونه فاصله بنداز که گیج نشی. دیگه چی بوده؟ فلوت سام مساویه با هوم به علاوه اینشورنس. خیلی راحت گفتیم هر جا فلش میبینی بردار مساوی بذار و فلوت پیور سالری برای من میشه چی؟ سالری منهای سام و بعدم میگیم سی آوت بکن بنویس چی؟ پیور سالری یه مساوی بعدم خود پیور سالری. خیلی خوب بذار اجرا کنیم. ما برای چی برنامه می نویسیم؟ ما برای اینکه هر عددی بهش دادیم قشنگ حساب کنه. الان شما بده این عدد برات حساب میکنه، مهم نیست چه عددی میدی. بیا اینجا نقطه بزن یه 5 6 تا دیگه بزن، اینو بخوای بشینی دستی حساب کنی بیچاره میشی، ولی این براش فرقی نمیکنه، هر عددی بدی محاسبه میکنه. حالا بذار اول تست کنم ببینم درست جواب میده. $1000 رو میدم و $850 رو دیدم، ولی آیا این چیزیه که من میخواستم؟ چرا نه؟ بقیه چیزا رو هم باید بنویسه. چند تا چیز باید چاپ کنم؟ هوم، اینشورنس، سام و پیور سالری. پس به جای این می نویسم چی؟ هوم و این طرفم به جای این می نویسم چی؟ اینشورنس و اینجا می نویسم چی؟ به جای این می نویسم چی؟ و اینجا می نویسم و تمام. حالا برنامه‌مو اجرا میکنم. حالا که برنامه‌مو اجرا کنم
حقوقتو میگه وارد کن، میگم $1000. آها همه رو نوشت. حالا اینجا اون اند ال به خودش میاد، یعنی الان اند ال میخواستم که دارم اطلاعات چاپ میکنم، الان اینجا خودش رو نشون میده. خب کجا باید اند ال بذارم؟ همون دوستمون که سوال پرسید بگه. الان کجا اند ال باید بذارم؟ اشکال نداره، نمیدونه یکی دیگه بگه، طوری نیست. کجا باید اند ال بذارم بچه‌ها؟ شماره خط بگین کجا؟ خط 16 ته خط بیام بنویسم اند ال که برام بندازه سر خط. خط 17 تکرار کنم، خط 18 تکرار کنم و خط 19 تکرار کنم و حالا برنامه‌مو اجرا میکنم. آره الان بگم $1000، بله 50 100 150 و 850 و به این صورت. ای بابا این دوتا با هم مرسم امروز نیاوردم، این دوتا با هم تداخل پیدا میکنه، سخته. خب بیا این دوتا کد رو آوردم. معمولا من کد و اجرا رو میذارم کنار هم دیگه که دوتاش رو داشته باشین. این کد، اینم اجرا. یه اسکرین شات هم براتون میگیرم، اگه سوالی هم دارین از من بپرسین از این کدی که نوشتم. اگه سوالی هست اینجا نه توی رشته، این رشته است، تو بین این دوتا میتونی 10,000 تا فاصله بندازی، ولی اینجا اسم متغیره، اینجا نمیتونی بینش فاصله بندازی. دیگه همه اوکی این؟ خیلی خوب. پس بیام یه دونه مثال بهتون بگم که اون مثال سعی کنید خودتون حل کنید. ببینم چه کار می‌کنید. اولا کاغذ به دست بشید. چون نمیتونی پشت سر هم جفتش رو بنویسید، باید از هم جدا بکنید، با فاصله بذارید. جدا کردنش با همون دو تا علامت کوچیک‌تر باشه. خب صورت سوال رو من میخونم یادداشت کنید. برنامه بنویسید. یک عدد بر حسب ثانیه، برنامه بنویسید که یک عدد بر حسب ثانیه از ورودی گرفته آن را به ساعت، دقیقه و ثانیه تبدیل. خب حالا منظورم چیه؟ منظورم اینجا براتون. ببین بچه‌ها یک ساعت، یک دقیقه، یک ثانیه روی هم دیگه چند ثانیه است؟ خب چطوری حساب کنم؟ ببین ساعت رو میگیم ضرب در 3600 ثانیه بکن، بعد دقیقه رو ضرب در 60 کن و ثانیه رو ضرب در 1 کن، رو هم رفته میشه 3660. و حالا ما دقیقا سوال برعکس این خواسته، یعنی الان اگه من این عدد داشته باشم به این میتونم برسم، اوکیه؟ سوال عکس این خواسته. سوال از من خواسته اگر این دیدم چطوری به این برسم. این علامت سوال. مثلا عدد 7289 ببینید چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه است. 7289 بنویسید الگوریتمشو.
الگوریتمش رو بنویسیم تموم شد، خودش رو بنویسیم تموم شد، بریم خودش رو سیستم وارد کنیم دیگه. کامپیوتر.
دوبار سکون کرد. سکون دو. اینو بذار اسمشو پایین. این اول اینو بذار سکون. این اسم این بده. اسم بده اینجوری برسه. بزن حفظه رو بسن شدیم.
say using the namespace is using the namespace. البته حالا دیگه خودم میخوام تقریبا 17 دقیقه بهتون وقت دارم این با هم حلش کنیم الان این یکتا بشه ببین بچه ها هر کاری میکنی نباید قدرت فکر کردن رو ازتون بگیرید. تفاوت یه برنامه نویس جونیور با برنامه نویس سینیور توی قدرت تفکرشه. برنامه نویس جونیور همین الان هم توسط چت جی پی تی حذف شده. اگه همین الان هم حذف کامل نشده باشه تا 4-5 سال آینده برنامه نویس جونیور از رده خارج میشه. شما باید سینیور بشید. چطوری میتونید سینیور بشید؟ با این تفکر. با تفکری که یاد میگیرید میتونید سینیور بشید. میان یه بار با هم راه حل رو بریم جلو. اول چیکار کنم؟ عدد دارم 7289. البته من الان اومدم وضعیتتون خوب. یعنی حالا یا کامل حل کرده بودی یا تا حدودی. و برای شروع کار کاملا شاید برای شما منطقی نباشه ولی برای من کاملا منطقیه که تا شاید هزاران نفر رو دیدم. کاملا برای منطقیه که این وضعیت شروع یه وضعیت طبیعیه. پس اصلا نگرانش نباش. چیکار کنم؟ گام اول بگی 7289 چیکارش کنم؟ من میام 7289 رو تقسیم بر 3600 میکنم میشه 2 خورده. یه جزء سریع ازش میگیرم به من میده 2 ساعتش درآمد. این 2 چیه؟ 2 ساعت. حالا باقی مونده این 2 ساعت چقدر میشه؟ یعنی اگر از عدد اول 2 ساعت رو کسب کنم چقدر باقی مونده؟ چطوری این 89 رو حساب کردی؟ بگو اینجا بنویس. بله. میگی ضرب در 2 ضرب در 3600 این 2 از کجا اومد؟ میشه چقدر؟ 89. خب گام بعدی. آره منها من اینجا یه اشتباه
فلوپی داشتم. خب این منها. خب گام بعدی این میشه مجموع دقیقه و ثانیه. ساعتش در اومد. این باقی میده توش دقیقه و ثانیه با همه. پس میام تقسیم بر 60ش میکنم و جزء صحیح هم میگیرم که من هم بدهم. جزء صحیح یک خرده‌ای بدهم. یک. این یک چیه؟ این یک دقیقه است. حالا چیکار کنم؟ ثانیه رو به من بده. این یک هم از این اومد. میشه چند؟ پس دقیقا برای من دارم 1 ساعت 2 ساعت و 1 دقیقه و 29 ثانیه. درسته؟ خب حالا بریم سراغ قسمت الگوریتم. کسی میتونه بیاد مثل خود من که طرفم میتونه بشنم الگوریتمش رو بنویسه، اولین پوان مثبت کلاس رو بگیره؟ بیا نه منفی نمیگیری. اگه طوری نیست. بیا میخوام ترس بریزه. نه اونو نگیر. میخوام ترست بریزه. چرا راهنمایی؟ اگه راهنمایی کنم دیگه به نمره نمیدم. راهنمایی بی‌نمره. خب گام بعد اول رفت فیلیش نوشت بعد من سوال کنم. پینیت چی؟ پینیت جلوش خالی گذاشتی. چی میخوای پینیت کنی؟ خب نیستی. سریع رفت سراغ پینیش. اوکی مرسی. چی نمایش شده؟ درسته کاملا روش جواب میده، ولی مطابق با چیزی که من سمت چپ نوشتم نیست. یه جور دیگه محاسباتی کرده و یه ذره برای خودش روی تقسیم بر 60 اینا گیج کننده از سخت کرده برای خودش. میشد از این ساده تر نوشت، هرچند که درسته. من یه مقدار میام ساده تر می نویسم، اما همین که ترسش بود خودش بود. بازم خوبه. من دفعه اول یادم میخواستم برم پای تابلو، هم گرفت به سیم لپتاپ و صورت داشتم میمانم موزم. الان باز این اتفاق برایشون نیفت. خوبه. خب اگر نخورده بوده خب مثل قبلی بیاییم دونه دونه متغیر رو تعیین کنیم. خب میگیم که این داخل متغیر به نام تایم یعنی زمان. این میشه چی؟ بگیم بچه ها
همه بگیم آور یا حالا یه اس جمع هم میذارید یعنی سه جمع دیگه آور سه. خب این دوره میشه چی؟ تایم. این میشه چی؟ این میشه چی؟ نه این مینت نمیشه. این میشه مجموع مینت و سکنز. یعنی من اسمشو میذارم آر ریمیندر باقی مانده. آر یعنی ریمیندر باقی مانده. خب این 89 پس داخل چیه؟ آر. این یکی میشه چی؟ مینت. 89 داخل چی بود بچه ها بگید؟ آر. این یکی و این 29 سکند. حاله؟ الان که این کارو کردیم یه لول رو فرام ساده تر میشه. ما هی اینو ساده میکنیم تا حلش کنیم. خب حالا ببین اینجا الگوریتمش چی میگه؟ پسران میتونن فعالیت کنید ببینید. خب بذار یه نفر رو به قید قوره انتخاب کنیم. یه بحثی داریم توی برنامه نویسی به نام عدد تصادفی. میدونی چیه؟ عدد تصادفی یعنی یه عدد تصادفی تولید کنیم. ما یه عدد تصادفی تولید میکنیم، شماره هر کس باشه اون نفر برنده خوششانس ماست. و میدونی باید اون برنده خوششانس چیکار کنه؟ جلسه بعدی با شیرینی بیاد. غیبت و اینام تأثیری نداره. بالاخره آخر ترم سر امتحان که میاد. نمیاد؟ نه سر به سر. شیرینی واقعیه. ما مثلا کلاسای مهرگان الان هر هفته یکی شیرینی میاره. البته اونجا اجباری نیستا، چون اونجا بحث نمره مثل اینجا مطرح نیست. بچه‌ها خودشون کلاسشون رو دوست دارن، هر هفته شیرینی میارن. عکسش هم موجوده، دروغ هم نمیگم. خب کلاستون صدف براهیمی داریم؟ زهرا حیدری، زهرا براتی، ابوالفضل فتحی، علیرضا پویانفر، این هم که نیست. یه برگه بهم داده بودیم فکر کنم، درسته؟ یه نفر اسمتون رو بگه. کی هست اینجا؟ ظهیری داریم؟ معصومه ظهیری. مطمئنی اسامیتون رو به من داده بودیم؟ نه دیگه برگه ها همین است، یکی باید از همینا باشه. یا اینه یا اینه. خب برگتون رو شاید به من ندادیم. حالا اشکالی نداره. الان بگین کی جلسه اول بوده دوره حاضرشو بزن. من برگه ها رو معمولا نمیندازم. مطمئنی به من برگتون رو دادیم؟ خیلی خوب. یه نفر پس دوباره زحمتشو بکشه اسامیتون رو بنویسه. دوباره الان حاضری میزنم بگین جلسه پیشم بودین یا نه. پس پسران فعلا منتفی شد دیگه. یه عدد تصادفی شما که اومدی پا تابلو بگو. از بین 1 تا 8 یه عدد بگو. 1 2 3 4 5 6. شما اسم چیه؟ آره اسمش شما گفتی؟ من بهشون نه اسم ایشون رو شما گفتی؟ نه 6 ایشونه. حسین بگو الگوریتم چی رو بنویس. خودم هم کمک میکنم. این شروع خوب باشه. شروع تو دوست داشتم. بعد از اصلاح چی بنویسم بگو؟ گیف تایم. قابلیت توی با ما بعدی همین رو بنویس. تایم تقسیم بده. خب بله درسته. بریزه توی نه حالیش نیست. خب بعدی رو بگو. دوباره درسته. بله
و بریز داخل مینویس بریز داخل آب من یه هر شویی می‌نویسم و بعد شکل کنم ببینم بریز داخل آب. خب گام بعدی درسته آر رو تقسیم بر 60 میکنم و می‌ریزم داخل بگو میشه میز. گام بعدی خب و می‌ریزم داخل گام بعدی چیا رو پرینت کنم؟ حل حالا از بین حسابی این نفر داوطلب از دختران میاد خودش رو برمی نمی‌نویسه کی میاد؟ یه نفر بیاد نترسید داوطلب نداری زودی صدا میزنه بیا البته اونو باید ببینم اینجا هست از روی ببین کدو بزنی اما فقط این بزرگی برای چیش بود اونم روی شد بنویس تحت حکم درسته ولی من مثلا این این کوچولو ایراد داره تو اون ولی خب خوبه اینو میتونی بنویسی من بنویسم اشکال نداره بعد تموم شد جلسه بعد بنویسم من سریع بنویسم خب بچه‌ها بیاین اینجا میخوام زمان رو بگیرم قرار شد به ازای این چند خط بنویسم 2 خط خط اول اینت تایم از جنس اینت میگیرم چون ثانیه یه قوه نداره که ثانیه اختصاص کنه بعد سی این تایم این از این خط بعدی خط 3 رو یکی بگه hours مساویه با تایم تقسیم
فلور یعنی کف میگیرید. فلور یعنی جزء صحیح کف میگیرید. اگر روزگار خاصی استفاده. خب گام بعدی رو بگیم. اینت آر مساوی میشه. بگیم پنچر شدیم آخر کلاسیه پنچر شدیم. خب خط بعدی بگیم اینت means مساوی میشه باشی آر به سر شما فعالیت کنید دیگه. بگو گفتم که نه تقسیم اینتیجر تقسیم صحیحه. نه دیگه نه صحیح نمیشه. حالا حساب کنیم. خط بعدی رو بگیم. آره بگو. بله مساوی بله ضرب خب بگو سیاه چی؟ آورز رو میذاری؟ میخوای یه دو نقطه بذاری؟ دو نقطه رو که میخوای بذاری باید اینطوری کنی دوباره جداش کنی دوباره باید جداش کنی دو نقطه بذاری دوباره جدا میکنی مینکس دوباره جدا میکنی دو نقطه دوباره جدا میکنی سکند و بعدم که دیگه تمام شد. بچه بعدی حضوریابتون تو اسمای همه رو نوشتیم. حالا اگه بهم داده باشین پیداش میکنم گم نشد. خب شما کلاس یک شنبه ها هستین. خب بگین جلسه اولا بودین یا نه؟ فاطمه بابلخانی بودی؟ 2 جلسه. یاسمین میرسعیدی بودی؟ خب فاطمه رو من اینجا یادداشت میکنم. یه پوان مثبت داره به همتون میرسه. همتون رو صدا میزنم میای میگیم. زهرا مزروعی شمایی بودی؟ زینب مرزبان بودی؟ زهرا مهدی نژاد بودی؟ غزاله نهایت شما هم فکر کنم بودی. نهال میری بودی شما؟ نگار مرادی صالح منصوری حسین باقریان امیرعلی وهابی نیکان نوروزی پسرا فکر کنم بودین همه رو دارم حاضری میزنم بودین. این جلسه نیستش مسعودی خب اوکی زدم اوکی. محمد مولودیان شما فعلا یه پوان مثبت داری آخر ترم 10 به ازای هر پوان مثبت بهتون اضافه میکنم 10. الان وضعتون اینه میگی 10 آخر ترم میدوین دنبال این 1/10. آره خب سید علی نجفی یحیی زکریا شما هم که بودی پوریا وکیلی و سهند اسدیان. خیلی خوب من براتون تمرین رو میذارم یه تمرین خیلی ساده یا 2 تمرین خیلی ساده در همین حد براتون میذارم ویدیو رو براتون میذارم سعی کنید تمرین کنید خوبه تا فقط باید همینطوری ادامه بدید یعنی 2-3 جلسه دیگه تفاوت خودتون رو با الان متوجه میشید یعنی آخر ماه آبان با هم دیگه آذر کلاس بذاریم می‌بینید چقدر پیشرفت کردیم به شرطی که ادامه بدین رهاش نکنید پیشرفت می‌کنید قطعا میگم بار اول هم نیست آموزشگاه دانشگاه تا حالا چندین نفر اومدن شما با بقیه هیچ فرقی ندارید فقط باید تلاش کنید وقت کلاس هم تموم شده میتونید تشریف ببرید خسته نباشید. چی آیدیمو بنویسم نه گروه تلگرام که آیدی نداره باید پیام بدید به خودم ادتون می‌کنم همین HR 87 سلام آره بشینید بچه‌ها که رفتم میام بالا سرتون. کلاس شنبه اضافه کنیم. شما شنبه ای؟ اوکی مشکل نیست. چی اسمت؟ شنبه علی فدایی جلسه اولته دیگه
خیلی تو تلگرام هم باش عدت می‌کنم. گفتی شنبه؟ اسمتی که بگو شنبه. برو بگو شنبه. خب بچه‌ها شما